یک عمل بسیار آسان و ساده می تواند که بر روی ما و شما 8 در بهشت را باز کند و از هر دری که بخواهیم داخل جنت می گردیم. از حضرت عمر رضی الله تعالی عنه روایت است که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم می فرماید: من توضأ فاحسن الوضوء، هر کسی که طهارت کند، فاحسن الوضوء، طهارت را به طور کامل انجام بدهد که در آن هیچ نقصانی نباشد. بعد از آن بگوید که اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شریک له و اشهد ان محمدا عبده و رسوله. و بعد از آن بگوید که اللهم اجعلنی من التوابین و اجعلنی من المتطهرین، پروردگار من را از جمله انسانهای توبه کننده بگردان و من را از جمله کسان بگردان که انسانهای پاکیزه هستند. فتحت له 8 ابواب الجنه، کشاده می شود بر روی آن 8 در بهشت. یدخل من ایها شاء، داخل می شود از هر دری که بخواهد. روایت ترمذی.